سلام. ما امروز اومدیم که بهتون جاهای مخفی بروکوه که شاید بعضیشون میشناختین شاید بعضیشون نمیشناختین که الان چیزای جالبیه. من خودم تا یه چیزایش تازه فهمیدم خودم. ببینید حالا ما که بورش نمیشیم مردر میشیم. خب میگم شماها خب حالا به همراهش بعضی از فکت ها میگم. خب میسی در اون فکیه فیلمی دیدین که موش میاد روی سری آقای رستوران داری. خب که اون چیه اون رستوران داره کنترل میشه توسط موشه و غذای خوشمزه‌ای درست میکنه. حالا اون همون موشه. خب اون موشه اصلا ما میفهمیم که اون صاحب رستوران حالا وقتی که میخواد به اون یه غذایی بده که همونی که آخر فیلم میاد یه کت مشکی تنشه یکم عصبانی بعد یا غذا رو میخوره احساس میکنه که مثلا یا گذشتش میفته و قبولش میکنه به جای رد کردنش. حالا میخوام بهتون بگم که همه چیش از یه جای شروع شد. ببین وقتی که میبینیم صفحه مخالفش رو میبینیم اصلا فیلم رو اگه دقت کنید صحنه‌های آخرش یکم شما دقت کنید. وقتی اگه دقت کنید شما اسلندرمن رو میبینید که از بغل پرده رد میشه. واقعا خیلی عجیبه. خودم اولش باور نمیکردم ولی دیگه مجبورم باور کنم چون خودم رو دیدم باور شد. ما بریم اول از اون جدیدایی که یاد گرفتم بهتون شروع کنم. البته جدیدی که من یاد گرفتم زیادم نیست. خب تازگی فقط یک دو تا فقط جدید یاد گرفتم. خب واسه من استارچه. خب شما اول مرحله شما با برسید اون آب. خب وقتی اومدین دم اون آبی شما چه میبینین یه آب معمولیه هیچ نیست یه آب نوبدایه. خب حالا به اون قسمت دقت کردین و این فیلم های من واقعی فیک نیست. بعد اگه اینجا شما برید خب اینجا باید هنوز نرانگیره کامل. بعد اگه شما اینجا رو کامل نزدیک مستقیم برید شما میتونید که این بانک دست پیدا کنید. برعکس رفتم. امروز میخوایم یه دسترسی های جدید بتونیم بدیم. از اینجا اومدیم بیرون. کجای ما؟ اینجای مخفیه. خب خودش رو برگردیم از همینجا. واقعا واقعی باور میکنی باور کن. اگه نمیکنی نه اینجا بانک دیگه. خب اما از سوال نشده. خب ببینید ما الان برمیگردیم همونجا. خب بریم از این نه نمیریم. خب اینجاش ببینید شما اول میخوام امروز بهتون یه دسترسی ها میاد بدیم که شما میتونید از اون کار خیلی باحالی بکنید. خب ما دسترسی سرعت رو اضافه کردیم. این تنظیمات گوشه پایین اگه دقت کنید ببینید ما اینجا رو اول کردیم که سرعتمون رو بتونیم بیشتر کنیم با یه دکمه. خب اینجا هم همون ستینگی که شما میتونید از این کار بکنید. نگاه کنید من با این میتونم این سرعت عادی این سرعت سریع خیلی سریع تعمیر و اگه لپتاپ داریم همون اولش هم سریع. احیانا اینجا براتون مشکوک نیستی که اتاق خالیه. خب شما میتونید از طریق این دکمه میتونید وارد یه اتاق مخفی بشین. نگاه کنید من رو میزنمش اینجا اتاق مخفی باز شد. 100 بارم میگم فیک نیست اینایی که من میگم. شما یه کاری بکنید اینجا بتون یه چراغ. خب ما که چراغ به کارمون نمیاد. خب یه
خودمون داره. از اینجا میتونیم تمام شهر اونجایی که خودمون هستیم هم ببینیم. خب مثلا اینجا میتونیم چه تفنگ و بمب برداریم. ما برگشتیم بریم. حالا میتونیم یه جا مخفی نشون بدم که باورتون شد نشد. شاید باورتون شد. اجی مجی لا ترجی پوش چی مجی لا ترجی چی در رو بردم بالا. خب ببینید حالا من جدی بشیم دیگه. شما باید احیانا سوال نشده چطور بعدی میان خونه شما از بالا بعضی اوقات؟ اگه کاری هم نمیتونستم بکنم. خب در زمین برزستان نسخه جدید تراکتور و اینا مثلا کلا کاری. خب ببینید میریم الان پوشینم رو بریم اون قبلا اینجا بغل پمپ بنزینه یه ایستگاه مخفی بود. فکر کنم هنوز باشه. صبح اونجا ببینم هست. ای بود بدونه شما. بس این مغازه جدید باز شد. شما میتونید از توش خوراکی بخرین. خلاصه هرچی بدک نیست. فکر اینجا یه در بود. شده پشت این بود. اون مغازه اومد اینجا FBI بود. شاید ما در جایی دیگه فکر کنم از اینجا جدی رفته شده اون پشت مغازه بود. به خاطر همین دیگه نمیشد. حالا ما میریم دوا پیما. خب ما میخوایم یه پرواز زیبا داشته باشیم ولی خودمون نه هوایی. چطور الان ما پرواز کنیم ها؟ شما میگین یا با اونا بخرین یا سوار هواپیما. یه فکری که همونجا پیاده‌تون همون مقصد پیاده‌تون نه اصلا اینا نیست. راستی میرسید اینجا برای چی هستن؟ شما اگه سلاحی چیزی تو اینجا تو حتی باشه سبایی سلاح بردارم. حالا ما بهتون یه گان نشون بدم که شما فقط با این گان میتونید. خب این گان حالا بوی پیدش کن بالاتر. این گان هم میبینید اینو بردارید. ما بعدش اینش. خب حالا این تنظیمات رو بزنید پایین دنسا. بعد شما میتونید من اول نور رو اضافه میکنم. این نور این هم اضافه میکنم. حالا گانش رو این مدلی بخوام میکنم. دل بخوای هرچی گان دلم خواست میکنم. حالا جذابیتش به چیه؟ ما با این راحت دارم. خب ببینید من نور رو این اضافه کنم. خب ببینید الان با این جذابیتش چیه؟ اون قدیمی رو نگاه کن. خوب چرا نمیخوره به اینجا؟ چرا میخوره به زمین؟ این دنس اگه بزنی تو این اجازه سجد میتونی دقیقا به همون نقطه که نشونه گرفته بودی تیر بزنی. اون نقطه حساس این بازی. خب شما اگه گانم دستتون نباشه تو اینجا تو باشه وقتی از اینجا رچی بو میکنه. سب اسکی تو خراب شد. قدیمه تو سالو خونه همه چی خراب شد. سبایی ما الان نشونم رو میگیریم رو ای بالا این نخورد. قشنگ ایزی. ببین دقیقا همون نقطه‌ای که خواستم خورد. ببین چقدر خوب شده واقعا گانا. یکم بهمون احترام گذاشتن این بازی. ببینید
شما که همش اینو میزنید خب میرید تو هواپیما وای دوباره همون دکمه معمولی. خب اصلا نگران شما فقط لازم این دکمه بزنید. چی شد زدین؟ اوکی نگاه کنید. Sing with me, sing by me. نگران نباشید شما چتر نجات دارید. دکتر سریع کننده که بهتون گفتم دو سریع حرکت و ما میریم چون که ایستگاه مترو داشته باشه. حالا اگه دیگه حوصله نداشتین 10 ساعت این بالا بمونید با این دکمه این زیره میتونید خودتون رو خلاص کنید. الان اومدم بالای ساختم. ببین همیشه که میتونید بپرید بالای ساختش. من گفتم اجازه داشتم بازم شما نشون بدم بازم این نکردم. حالا جذابیت این مترو چی شد؟ شما تا حالا سوار مترو شدین یا فقط سوار خودتون؟ اینجا ایستگاه پرنده است. خب ما ایستگاه شهر رو میزنیم. اول با شما سواری یکی از این صندلی بشین. ایستگاه شهر رو که هم خونه هاست ما میزنیم پیاده میشیم. اینجا هم جلوش هر دفعه تغییر میکنه به هر ایستگاهی. بفرما برگشتیم شهر. بالاخره خونه 23-24 بود فکر کنم. آره این قسمت ها میشه منطقه شاهی اگه میخوایم بریم اونجا. اینجایی هم که اگه بودم میشد منطقه عقابی. منطقه شهری هم که اینجاست. و اینکه دیگه این ویدیو کم کم داره تموم میشه و اینا وایسین. حالا یه چیز جذابتر اگه شد نمیدونستید. خب حالا اصلا هم چی رو نمیدونستید شما. خب یه سوال دارم. شما میدونستید اینجا یک گان فروشیه؟ شاید هم کرک و پردون ریخته باشه. هر گاهی دلتون بخود برمیدارید. نگاه کنید تقویت گل. تقویت که نیست ولی یکیشون رو هست کنم. دن 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 ماشین خودم خدای اوه مغزش گوشی فروشی شد. کورکوم چه کجاست؟ یه بار دیگه ببینم دقت کن. بالای اینجا اوکی. البته بگم که من اینجا خودم گفته بودم نیومده بودم شانسی آوردم ازون. سلام دوستان امروز اومدیم اپل پرو مکس بگیریم. لنز گوشی تغییرم میکنه. نه همون او تایمیه از هر دقیقه تغییر میکنه. اوکی چه جالب شد. من اینجا پشت مانیتور وایس ویدیو سایت دن 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 دن. این لپتاپ جدید ما خرید میشه. خداحافظ. سگو نشون بدید که تا آخر اون هرچی ما رها کنیم. مونکرفتم تازه لنگیده بود. آخیش بالاخره اومد. نه 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 چرا نمیلونگه؟ من میخوام این گوشی رو پس بدم هیچ چیز نمیلونگه. بالاخره لونگید بعد از سالها.
چرا افتادم توی یه جای دیگه؟ خدایش این بطل پس جایده خیلی قشنگ کرده این بروکمن. ماشینایی که جدید اومده این هست دیگه، لازم نشون دادن دورش کشیدن نداره، خودتون میفهمیدن چیزایی که جدید اومده. اگه خواستین تو کامنت ها بنویسید که من قابلیت های هر کدوم از این ماشینا که قابلیت های باحالی داره اینجا میتونه عوض کنیم. ماس خوب شده، بدک نشده. بریم اینجا یه خونه همین نزدیکی بگیریم که هر دفعه دلمون خواست بریم اینجا رخکنه. اوی بالایی هم پیزا هون 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 هون. ببینم همین آوردن فقط اینجاست فکر کنم. من یه دقیقه ویدیو استوب کردم شما متوجه نشین چون همون جای قبلی اومدم. ببینیم من ویدیو استوب کردم فهمیدم همه‌شون نیستن. خب فقط یه چند تای بینشون این قابلیت دارن. چه خونه بود دیگه؟ نه بود بس میدونستید اینجا یه قابلیت خیلی باحال داره. شما معمولا همش میومدین شکل گفتن چه مغازه مسخره همشه برای خودتون رفته. خب مثل که شما اتجاه دست با ایشی شد از اینجا شما میتونید لباس شلوار انتخاب کنید. خب ما شلوار حداقل برداریم نگین مسخره ایم. آها این باشه اوکی همین نه عوضش کنیم. با فقط رو این لباس ها کلیک کنیم. شلوار میخوای رو شلوار، این لباس میخوای رو لباس. شما ولی قشنگ بودا همونو بودا. با همین هم خوب. هر وقت شکلی دیدین که توی روبلوکس همچین شکل ها نگاه کنید شکل های منه. اگه دیدین تو روبلوکس از اینا از شکل گذاشته بود نمیدونم خودم تازه فهمیدم نمیدونم قبلا بود. البته اینا رو بعضیشون قبلا خریده بودم. خب نگه از تو چیه از توی بازی گذاشتم. واقعا کار چرتیه وقتی خودت داری. این اول شکل روبوکسی که من داشتم. دو تا سه تایشون دو تا سه تا که اینو فقط چون دست من اینشایی شده نمیفهمم چرا ندونی چرا. ببینیم اینجا بخونه خونه بازه حیف شد. ممنون که تا اینجا ویدیو با ما بودین دیگه.
خداحافظ. حالا فقط یه چیز مونده که میخوام فقط بهتون نشون بدم که دیگه نگین خسته شد. این نور رو از کجا میاد؟ خب یا هر چیزی که خب ما اول یه خونه مهم هم نیست، حالا داشته باشیم نداشته باشیم اصلا مهم نیست. خب ما اینا رو حذف میکنیم چون اصلا به این نیازی نیست. حالا این خونه جدیده، همین این قبلا بود این موشک، این خونه باحالیه این جدیده. خب اصلا میدونم همه خوب اوکی. جالبیه، درش جالب باز میشه، همش خوبه. ما مردیم. خب شما اول به چیزی که نیازه این چیه؟ این خب الان میپرسه این چیه؟ خب این مهمترین چیز تو این کار. خب شما اثر این میشه هر چی دلتون بخواد اسپام کنید. خب ببینید مثلا اون نورا بود، خب بفهم همین نورا. مثلا شما من این کلبه رو میذارم اینجا، خب بفهم اسپام شد. بعد شما اگه قطعش کنی از بیرون دیگه نیست. خب حالا قطعش میکنیم. بعد این دکمه زیر رو میبینید، اگه بزنم شکل اینش تغییر کنم. ما خودم از این بیشتر خوشم میاد. خب اما دستم خورد حذف شد، وگرنه حذف نمیشد. اوکی اگه این دکمه زب دارم بزنین همه چی حذف میشه. اینم بروزستان مدل جدید. خب که اصلا شکل بروکوه موسیقی شده. خب یعنی هم کارگردی هم موسیقی یه چیز باید جدا. ممنون تا اینجا ویدیو با من بودی. فعلا گود بای.